ما الان چمدونامون رو گذاشتیم توی هتل که وقتی برگشتیم خواستیم سوار قطار شیم دیگه بیایم ورش داریم. الان هم دیگه میریم یه سر توی خود سنتروم ماستریخت یه دوری بزنیم. امروز هم هوا دوباره 31 درجه میشه. طبیعتا باید شلوغ باشه دیگه. بزن بریم. اشکان دوباره ماشین مورد علاقه شدید. رولز رویز گوست موتور خیلی قشنگه خدایی. فاز بتمن و گاتام بهت میده. تازه فرمونش همون سمت راسته. خیلی خفنه. امروز روز یکشنبه است. صدای کلیساها همه جای شهر شنیده میشه. خیلی کنجکاوم بدونم این صدایی که داره از کلیسا میاد داخلش الان چه خبره. درش هم دارم میبینم بازه. با هم دیگه بریم ببینیم رامون میدن یا نه. New shoes, new move. I don't want the fake love on dailies. Like the way you touch, don't you play me. Want the kind that burns but saves me. New groove, new rules. من چون کافی نخوردم کلا کافی هم نرسیده کلا دمونم. بکسامه قهوه هم نخورده صبح. برام آره الان بریم یه کافی بگیرم یه بزنم روز یکم شارژ شم. Let's go. این دوتا رو آوردم. خوشگله. آره چیزای خاصی داره همیشه شنبه بازار یک شنبه بازارا. چیزایی که بعضی جا نمیتونی پیداشون کنی مثل عتیقن. Keep me satisfied. Keep me satisfied. Keep me satisfied. اینا هست که فیلم های پرنسس اینا باش اینجوری موهاشون شونه میکن. نیاز به باد بدن دارم. خیلی گرمه. خیلی خوشگله. نگاه کلا طاووس خیلی خوشگله. اینو نگاه کن چه طراحی ظریفی داره. خانومه گفت همه اینا باز میشن اینجوری میتونی توش چی بذاری. خیلی خوشگله. این 30 یوروه. چیز خاصیه دیگه. بچه من رفتم لباس خریدم از مغازه دستینگ. من اینجوری هم که اگه یه لباس قشنگ ببینم همون موقع میپوشمش. اینم از پشتش نظر بدید خوبه یا نه. چون من بازم دنبال کلا میگشتم. این کلا رو پیدا کردم. خیلی قشنگه به نظرم. اینی که روشه توی هلند خیلی معروفه بهش میگن نینچه. یه خرگوشه. نظرتون چیه؟ کلی لباس خیلی آفر خوبی زده برای اشکال. ببینیم کدومش اندازم میشه. منی که قرار نبود لباس بخرم 4 تا لباس خریدم. یکیشم الان تنمه. خیلی خنک‌تر از قبلی است که تنم بود. حالا بریم ادامه مسیر. Keep me satisfied. خب ما الان اومدیم یه رستوران اسمشو نمیدونم طبق معمول. یه اسم سختی داره ولی توی ماستریخته. چرا اینجا اسمشو نوشته؟ اسمشو نگاه میکنیم واسه تون اینجا میذاریم. برای پیش غذا اشکال کاپاچو بود. کاپاچیو اسمشو نمیدونم ولی یه کالباس و گوشت داره. کاپاچیو. یکم سس ترافل مایو روشه با یکم والا سبزیجات و اینا با پیاز قرمز فکر کنم. آره. تو هم سوپ پیاز. منم سوپ پیاز فرانسوی آوردم. هوا گرمه ولی اینجا کولرمون رو گذاشتن گفتم امتحان کنم سوپشو و
برای نهارم که زالفیلت آوردم با سس شراب. سالمون هلندی. انقدر هلندی آدم میگه هلندی باید بگیم، ولی آره سالمون، استیک سالمون با سس شراب سفید. سس شراب سفید؟ آره. فکر نکن. جالب می نوازد. منم یه استیک آوردم با سس فلفل سیاه فکر کنم. این مشروم نیوردی؟ نه آره چرا یادم رفت. رکسانه بهم گفت که سس قارچ بیار باش، بعد من آخر سر یادم رفت همون کاری کردم که تو ذهنم بود. نه ولی اونم خوبه. حالا امتحان همیشه با مشروم میخوره دیگه. آره با سیب زمینی هم مایونز آوردم. برای نوشیدنی هم رکسانا یه دونه لیموناد توت فرنگی آورد، منم یه دونه نوشابه بزرگ آوردم طبق معمول. آره دیگه آخرین نهارمونه در ماستریخت. متاسفانه گفتیم دیگه یه حالی به خودمون بدیم و بعدش یکم شهر رو بگردیم و بعدش دیگه بریم سمت خونه. بریم و هم دیگه غذا رو ببینیم. About 100 feet away, breathe out and breathe in, and be brave. Positive thinking, a little closer every day. You'll find it within, you'll find it within. She might feel the same, get out there, get your shit together. Then you can say at least I tried with the first step. Move on up, don't let it slip. You're the one who writes your script. We stumble and we fall back on our feet from the first step that we take. It's always something, there's always something in the way. Million excuses. قبل از اینکه بریم از ماستریخت به سمت خونه اینو بهتون بگم که توی ماستریخت من خیلی از این دستگاهایی دیدم که میتونین آبتون رو پر کنین، آب آشامیدنی داره و اینکه توی هیچ شهر دیگه واقعا ندیده بودم و خیلی برام جالبه. اینجوری آب پر میکنی به همین راحتی و آسانی. قبل از اینکه بریم داخل شهر، بعد از اینکه هتلمون چک اوت کردیم، چمدون و کوله پشتی منو تحویل همون هتل دادیم. رایگان واسمون نگهداری کردن تا الان، ازشون تحویل گرفتیم و الان میریم سمت قطار. 3 دقیقه دیگه حرکت میکنم، امیدوارم بتونیم بهش برسیم وگرنه نیم ساعت اضافه تر باید وایسیم. The first step